سلام آقا، من خیلی خوشحالم چون که برای دومین بار قرار بریم یک سفر کاملا رایگان، یعنی تمام هزینه هاش از پول قطار و هواپیما و هتل و خورد و خوراک همش پرداخت شده. و ما پارسال هم یه سفر همینطوری داشتیم. اون سفرمون به فنلاند بود و سفر امسالمون به جنوب فرانسه و شهر زیبای نیسه. و من برای اولین بار بود داشتم این منطقه رو میدم و باید بگم کلاً یک چیز جدا از بقیه مناطق اروپاست. خیلی شکرگزارم که فرصت شد که اینجا رو ببینم. برای نهار سعی کردیم یه دونه برگر بخوریم چون هنوز نرسیده بودیم هتل و خیلی خسته بودیم. اینجا شهریه که هتل ما بود، شهر آرگیم، و این ویو اتاق من بود، این ویو رویایی. واقعا دلم میخواست که میتونستم اونجا یه صندلی بذارم و یه چایی هم بخورم. میدونم خیلی ایرانیه ولی خب دیگه اون لحظه دلم چای میخواست و دلم میخواست با آدمایی که دوستشون دارم هم اونجا کنارم میبودن. اما متاسفانه خب خانواده من و آدمایی که دوستشون دارم ایرانن، ولی به خودم قول میدم که یه روز دوباره همین سفر رو با اونا بیام و همین حس خوب رو با اونا تجربه کنم. هتلی که توش بودیم خیلی از خدماتش راضیم. هتل خیلی لوکسی نبود، فکر می‌کنم 3 ستاره بود، اما واقعا خدماتشون عالی بود. یه کوکتل بار هم داشتیم که بچه‌ها دوباره دور هم دیگه جمع بشن، یکم با هم دیگه صحبت کنن بعد از مدت‌ها. بعد از شام رفتیم کنار دریا. بعد از بچه‌ها شنا کردن ولی من ترجیح دادم که بیشتر از سکوتش لذت ببرم، از دور نرم برای شنا کردن. هتل خیلی آرامش داشت چون کلا منطقه شهری نبود و جنگلی بود و همین دیگه. بای.